و کن توجه به میدان از دوستان گرامی، نوبت به بوکچی تاجیکستان شهباز حییتوف میرسد. متوجه باشید. In bout number 52 in the light heavyweight division, we have a walkover. Thusly, Hayitov Shahboz from Tajikistan will advance to the next round. Now moving on to bout number 53 in the cruiserweight division, 86 kilograms. خوب دوستان گرامی، طور میبینیم شهباز حییتوف به برگزار کردن این وخوری به دور بازی‌های نیم نهایی میرود، از سبب اون که حریف از این وخوری دست کشیده. In the red corner, please welcome Manonov Azadbek from Tajikistan. درباره معلومات‌های دقیق نیست که برنامه او این روز اینجا قزاقستان حالا معرفی می شود. این هم درهان اشیروف از قزاقستان است. توجه میکنیم. خوب دوستان گرامی، برار میخوایم اولا با مشت زن تاجیک که در این وخوری پیروز شود. خوب البته حالا در این حالتی که ما و شما ببینیم، مشتری ما در خد یک پهلوانی قامت بلند. خب رقیبی او هم همین گونه است. اکنون گفتم که این رقابتی از رقابت‌های امروزه از همه وزن‌تر، چون که ازبکستان خیلی در خب وخوری‌های 4 نهایی است. از نگاه بوکس در وزن‌های وزنین هم ازبکستان در صف پیش است. آنها با گرفتن مدال‌های طلایی خیلی زیاد سزاوار میگردند. اما بیایید تماشا میکنیم. خوب اسدبک یک باره به هجوم میگذارد، اما ضربه‌هایش به تیاری هستند. کمی بله خب اینجا برای درست کردن برای لیباس اسدبک منونوف حالا با نزدی مربی رفت و این وخوری در راوند اول ادامه دارد. خوب ضربه‌های پای در پای اسدبک است، اما قسمی زیادشون به تیاری به چشم میرسد. ولی اسدبک ببینید پای در پای ضربه میزند، سر رو بردار میگیرد دوباره وخوری. خب اگر این مشتویش اگر به حریف میزدن حتما ما نتیجه رو میدیدیم، اما خطا رفته ایستادن کمی و اینجا یک ضربه خوبش باز به چشم رسید. ولی اینجا فشار می آورد اسدبک منونوف.
باز یک ضربه خیلی خوبی بوگ اینجا با چشم رسید. خب کمی اینجا محافظ دندانهایش از دهانش بیرون نشوند و فکر میکنم که شاید با اسدبек манонов در استفاده جیب ها مربیان کار کنند. ببینید بله جیب نه یک گوره با پیش می رود با دستانی با قفا گذاشته که این خطرناک است. خوب این مراتبه دویم است. حالا ببینید حالا نقص خوب است، جیب رو استفاده میبرد. حالا ببینید این لحظه ها خوب است حالا که جیب رو استفاده میبرد. چیزی که ما گفتیم گویا با او گفته باشیم. اینجا از نگاه فنی بعضی کمبودی ها به چشم میرسند. نرسید اسدبek یک بار دیگر تکرار باید تیار و تیاری چون این ضربه ها رو باید زنی. و ببینید ضربه هایش حمایهش هم باز یک بار دیگر حمایه خوب نمیکند و اینجا دوبار هم بعد ضربه که حالا جهانگیر زاکیروف میزند حساب رو باز میکند. خوب راوندی اول با پایان میرسد. کمی در فکرم که چون من پرسیدم که اینجا اسدبek манонов در باره معلومات گرفتنی شدم، این از آن درک میدهد که او باره اول قدم های خود در بوکس میمونه در مسابقه بین المللی شاید و اکنون حالا انتظار میشویم نتیجه راوندی اول چگونه است. اما کوششش برای ضربه زدن و یک باره با کامیابی نوعی شدن احساس میشود. خب بله اینجا حالا اما 1 میلیونه از جهانگیر زاکیروف رو بهتر میشمارند. 9 برده و یک 8 برده هم هست. نتیجه به منفیت ما نیست. خوب بهتر است که از دور ضربه زد. دفاعش هم کمی هم بهبودی میخواهد از اسدبek манонов رو. بله همین گونه. بله باز بار دیگر ببینید محافظ هم از دهانش میافتند. این از بی تجربگی است فکر کنم. اما در این راوندی که پسی سر شد او توانست اما خستگیش احساس می شود. یک امتیاز برای از دهانش 3 مرتبه پای در پای افسیدنی محافظ یک امتیاز گرفته می شود. بله کمبودی‌های تکنیکی فنی هستند.
باز یک بار دیگر. بله او عادت نکرده است فکر میکنم دوستان گرامی. او به این مسابقه آمده است اما عادت نکرده است که در محافظ رو خیلی خوب در دست در دهان نگاه دارد. 4 مرتبه شد. باز امتیاز می‌ستونن هر باری که از دهانش افتید. از دیگه فنی باید او خود رو به او باید بسیار کار کرد. خب در این پایه ببینید چی گفتم ممکن است لباس‌های ورزشی اش هم اونقدر به او شاید مطابق نیستند که دویما مراتب است، ولی مانده شدنش احساس می شود. در لحظه های اول می توانست در راوند اول دو سه ضربه خوبش به کامیابی نام شود. باز یک بار دیگر باز این ضربه رو ضربه نکداون حساب میکنن، حساب شده می شود. از نگاه جسمانی اینجا جهانگیر زوکیروف بهتر می نماید و باز امتیاز می گیرند و حالا داور واخوری از قزاقستان اشیروف حالا واخوری رو ما میکند. یعنی نابرابری از نگاه تکنیکی، از نگاه فنی، از نگاه بله این گونه در بوکس هجوم نمیکنند. خب با هر نوع به این نگاه نکرده باید اموخت، باید لحظه اولی به میدان آمدن با او باید کار کرد. شاید ضربه‌هایش سنگین هستند و بسیار هم خوب. این حالت رو باید حتما پسی سر کرد، این حالت رو باید برطرف کرد، کمبودی رو و بعدا شاید به یک بوکسچی مشتری مشهور تبدیل خواهد یافت. اما کار و باز کار، چون گفتم با شما اسایبک منانو رو چون پرسیدم درباره این موسیقی توجیه کسی چیه و من نگفت. از متخصصان هم پرسیده شدم. Ladies and gentlemen, in round number 2 we have a disqualification. Thus your winner in the blue corner, Zakirov Jahongir from Uzbekistan. این یکی از باخت‌های بود که امروز در ردیف بازی‌ها بوکسچون ما با آن روبرو شدند. برنامه 3 پیروزی است برای ما. این از همه بهترین و فکر میکنم که آنها میتونند که با دسته منتخب تاجیکستان در بازی‌های چمپیونات آسیا با بوکس